چهارم، پیامدی کارها را در نظر داشته باشد. میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد میتواند همه نیروهای خود را در یک آب انبار واحد بریزد. اوریسون سویت ماردن. نشانه تفکر برتر یک انسان این است که بتواند در مورد پیامدهای انجام دادن یا انجام ندادن یک کار پیشبینی درستی داشته باشد. اینکه یک کار یا فعالیت تا چه اندازه برای شما یا برای شرکت شما اهمیت دارد بستگی به پیامدهای بالقوه آن کار دارد. اگر بتواند بر این اساس اهمیت هر کار را ارزیابی کند، میتواند تعیین کند که قورباغه بعدی شما کدام است. دکتر ادوارد بنفیلد از دانشگاه هاروارد پس از 50 سال پژوهش به این نتیجه رسید که داشتن دیدی بلند مدت مؤثرترین عامل پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی آمریکا است. دیدی بلند مدت داشتن در کار تبدیل به عامل شده است که از تمامی عامل‌های دیگر مانند تجربه، تحصیل، نژاد، هوش و رابطه‌ها در تأمین میزان موفقیت شما در زندگی نقش مهمتری دارد. رویکرد شما نسبت به زمان یا افق زمانی شما تأثیری چشمگیر بر رفتارها و انتخاب‌های شما دارد. کسانی که دورنمای دراز مدت از زندگی و حرفه خود دارند همیشه می‌توانند در مورد وقت و فعالیت‌هایشان بهتر از کسانی که کمتر در مورد آینده خود فکر می‌کنند تصمیم گیری کنند. قانون تفکری دراز مدت تصمیم گیری‌های کوتاه مدت را بهبود می‌بخشد. انسان‌های موفق در مورد آینده خود جهتگیری روشنی دارند. آنها درباره 5، 10 و 20 سال آینده فکر می‌کنند. انتخاب‌ها و رفتارهای خود را در زمان حال مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند تا با آینده‌ای که در دراز مدت خواهان آن هستند هماهنگ باشد. در کارتان داشتن تصویری روشن از آنچه در دراز مدت برای شما دارد تصمیم گیری های کوتاه مدت شما را در مورد اینکه چه کارهای به اولویت قرار دارند بسیار آسان‌تر می‌کند. طبق تعریف کارهای مهم و ضروری به طور بالقوه نتیجه‌های بلند مدت دارند و کارهای غیر مهم و غیر ضروری تأثیراتی بلند مدتی بسیار ناچیزی دارند و یا هیچ نتیجه و یا تأثیری ندارند. پیش از شروع هر کار از خودتان بپرسید انجام دادن یا ندادن این کار چه تأثیراتی بلند مدت بر زندگی من خواهد داشت؟ قانون آینده نگری فعالیت‌ها و کارهای فعلی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در بیشتر مواقع‌ها تعیین کننده فعالیت‌های قانونی ماست. هرچی حرف‌های آینده شما روشن‌تر باشد، تأثیری بیشتری روی کارهایی که در زمان حال مشغول انجام آنها هستید خواهد گذاشت. با داشتن دیدی بلند مدت و آینده نگری بسیار بهتر می‌توانید کارهای فعلیتان را ارزیابی کنید و مطمئن شوید که آیا این کارها با آنچه که هدف نهایی شماست و می‌خواهید در نهایت با آن برسید مطابقت دارد یا نه. انسان‌های موفق کسانی هستند که آماده‌اند تا لذت‌های کوتاه مدت را به تأخیر بیاندازند و با کار و تلاش نتیجه‌های بسیار ارزشمند را در آینده به دست آورند. انسان‌های ناموفق بیشتر به خوشی‌ها و لذت‌های کوتاه مدت و لحظه‌ای فکر می‌کنند و با آینده خود بسیار کم توجه‌اند. دنیس ویتالی سخنران معروف می‌گوید انسان‌های ناموفق به کارهایی می‌پردازند که رفع کننده تنش‌ها و ناراحتی هاست، در صورتی که انسان‌های موفق به کارهایی می‌پردازند که آنها را به هدف‌هایشان می‌رساند. به عنوان مثال زود سری کار رفتن، مطالعه مرتب در زمینه‌هایی که بر حرفه شما مربوط می‌شود، شرکت در درس‌هایی که مهارت شما را بالا می‌برد و تمرکز روی فعالیت‌هایی که در حرفه شما ارزشی بالایی دارند، همگی تأثیراتی باسزایی در زندگی شما خواهد داشت. از طرف دیگر در آخرین لحظه سری کار رفتن، نوشیدن چای و قهوه
روزنامه خواندن و خوشوبش کردن و گپ زدن با همکاران هرچند در کوتاه مدت سرگرم کننده و لذت بخش است، اما در مدتی دراز نهایتاً به پیشرفت، دست نیافتن به هدفها و در جای زدن می انجامد. اگر عمل یا فعالیت بالقوه پیامدهای مثبتی فراوانی دارد، آن را در اولویت بالا قرار دهید و بلافاصله شروع به انجام آن کنید. همچنین اگر کار بالقوه پیامدهای منفی زیادی دارد، انجام ندادن آن نیز باید در اولویت بالا قرار بگیرد. قرباقی شما هر چی که باشد، باید عزمتان را جزم کنید و قبل از هر کار آن را قرط بدهید. انگیزه باید علتی داشته باشد. وقتی فعالیت یا رفتاری را برافشانی برای خود تعریف کردید، هر چقدر تأثیرات مثبتی که آن کار میتواند روی زندگی شما بگذارد به طور بالقوه بیشتر باشد، شما هم انگیزه بیشتری برای غلبه بر تنبلی و انجام زودی آن کار خواهید داشت. اگر به طور دائمی کارهایی را که میتواند تغییری عمده در زندگی شما یا در جایی که در آن کار میکنید ایجاد کند، شروع کنید و به اتمام برسانید. تمرکز خود را حفظ کرده و پیشرفت خواهید کرد. زمان به هر حال خواهد گذشت. تنها پرسشی که وجود دارد این است که شما از وقتتان استفاده می کنید و قرار است در پایان هفته ها و ماه هایی که می گذرند به کجا برسید و اینکه به کجا می رسید عمدتاً بستگی به میزان توجه دارد که به عاقبت های احتمالی اعمال خود در کوتاه مدت می کنید. فکر کردن دائمی به پیامدهای بالقوه انتخاب ها، تصمیم گیری ها و رفتارهایتان یکی از بهترین راه‌هایی است که به وسیله آن می توانید اولویت‌های حقیقی خود را در کار و زندگی تعیین کنید. قورباغه را قورت بده. به طور منظم لیستی کارها، فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را مرور کنید. مرتباً از خودتان بپرسید کدام برنامه یا فعالیت است که اگر آن را به بهترین نحو و با یک روش زمان بندی شده به انجام برسانم، بیشترین تأثیری مثبت را در زندگی من خواهد گذاشت. آنچه را که می تواند بیشترین کمک را به شما بکند، هر چی که باشد، به عنوان هدف خود در نظر بگیرید. برای دستیابی به آن برنامه ریزی کنید و بلافاصله روی برنامه خود شروع به کار کنید. این کلمات فوق‌العاده‌ایات را به خاطر بسپارید. اگر کار را شروع کنید، ذهن شما گرم می شود و اگر ادامه دهید، کار به انجام می رسد.